در کتاب من لا یحضر الفقیه، خب طبعا این یکی از کتاب‌های معروف اینا هست. در این کتاب ما می‌بینیم که این کتاب در ایران هم چاپ شده، اینم شناسنامه این کتاب، دوستان اگر بتونن اینو نشون بدن. در این کتاب در روایت 5193 در اینجا، من فقط ترجمه فارسیشو میخونم، میگه که اگر کسی امام و پیشوایی از شما خاندان را منکر شود حالش چگونه است؟ فرمود هر کس امام حق را منکر شود او از خداوند بیزاری جسته و همینطور از او و از دین او و او کافر است و از اسلام بازگشته و مرتد شده است، زیرا امام از جانب خداوند است و دین او دین خداست و هر کس از دین خدا براءت جوید پس او کافر است و خونش در چنین حالی مباح می باشد مگر اینکه توبه کند و به سوی حق بازگردد.